If you require rest, now is the time. That is, after all, what the bonfire is for. سلام، من محسن هستم و اینجا چنل بونفایر رو خوش اومدین به قسمت 20 و پایانی ویدیوهای دارک سولز. 20 قسمت با هم دیگه اومدیم، بازی رو تموم کردیم، فلسفه‌شو توضیح دادیم، نصف دیگه شو این قسمت توضیح میدم و خیلی به من خوش گذشت، خیلی خوش گذشت. امیدوارم واسه شما همینجوری بوده باشه و این قسمت دیگه بازی تمومه و دیگه واقعا تمومه. بریم. خیلی خب بچه ها، ویدیو رو از اینجا سمت بلایت تاون شروع میکنم چون میخوام برم یه جای آپشنال که خیلی زیباست، یکی از زیباترین مناطق دارک سولز. دوست دارم برم، یعنی اصلا دوست داشتم داخل ویدیو هم برم حتما و یکم هم دوره، یکم که نه ولی خب خیلی دوره، ولی خب من میرم، مهم نیست. مسیرش هم این بره. میخوایم بریم بچه ها به خانه اژدهایان در دارک سولز، به جایی که اژدهایان در آنجا زندگی میکردن. خواهیم بریم اونجا. بسیار زیباست، بسیار زیباست. یکی از من وقت اولین بار اومدم اینجا ریدم به خودم از بس که اینجا زیبا بود. تقریبا شبیه به یه مکانی داخل دارک سولز 2 که اسمش یادم نیست. خب ما میام اینجا، میریم اینو برمی‌داریم. خب اینجا که بن‌بست دیگه what the fuck، ولی اینجا یه داش میزنیم، بعد میایم اینو برمی‌داریم تو این هیومانیتی، بعد دوباره میایم این پشت یه داج دیگه میزنیم و اینو میریم داخل. میرسیم The Great Hollow. خب اینو میریم اینو میافتیم پایین. الان خیلی باید بیافتیم پایین و اینجا بونفایرمون رو روشن میکنیم و میشینیم و منم به اندازه کافی هوموارد بون دارم چون نیاز اون میشه. 23 تا دارم آره. و اینجا من میشینم. وقتی که بشینم اینجا باید بریم پایین بچه‌ها. اینو که بریم پایین، امیدوارم نمیرم چون میخوام یه رینگی بردارم. نمیدونم میمیرم یا نه. اگه مردیم هم اینجاست دیگه. بس ببینم. آره مردم. ولش کن رینگ رو ولش کن. باید یک ماجیکی استفاده کنم که نمیرم، که دیگه میمیری. هر کار کنی میمیری، اصلا امکان نداره نمیری. عیبی نداره. عیب یختی. همینجا بودیم. خیلی خوب. عادیشو میرم. آخه نه اون یه رینگیه که استامیناتو زودتر پر میکنه. دیگه بازی داره تمام میشه، مهم نیست. بعد اینم میایم اینجا آیتم داره فت و فراوون ها، یعنی این چیزی میگم، یه چیزی میشنوی. اینم میایم اینجا. ای بابا این دوباره مردم. خیلی بده اینجا، اگه حواسمون نباشه اینجوری میشه. یک بار دیگه میریم. الان سور خوردم، الان واسه چی افتادم؟ الان سور خوردم اصلا. یه بار دیگه میریم. اجازه بده. شما به من اجازه بده، الان بهت میگم. سولم هم برم بردارم. اونجاست. خب ببینم، وایستا تا ببینم. اینجا که هیچی نیست. گیر کردیم. نه بعضی موقع باگ میخوره. ببین اینو باید بیاییم اینجا، تایتان چنک. اینو باید بریم پایین و سب داشته باش. اینو باید بیایم اینجا و اینو باید بیایم اینجا. خیلی خوب. باید بیایم اینجا. مسیرها رو تو نگاه کن فقط. و اینو میایم اینجا و اینو خودمو بندازم پایین به نظرتون یا نه؟ میندازم اینجا. یکی دیگه بندازیم پایین اینجا. بلو تایتان چنک. این واسه لول اپ اسلحه ها خیلی خوبه و فکر کنم اشتباه اومدم، ریدم. و اجازه بده. الان بهت میگم. اینم که نمیشه رفت اونور و من بیچاره شدم. بذار صبر کن.
نمردیم خوبه. و استوس بخورم. اینو بریم پایین. اینو باید بیایم اینجا و اینو باید بیایم اینجا. اینا خیلی بدن ولی من اینا نمیزنم چون داج دادم. اینا خیلی بدن ولی من اینا رو باید کاری ندارم. و ما اینو هم اینجوری میایم پایین و دیگه تمام رسیدیم به پایین ترین منطقه. رسیدیم دیگه. تمام داشت دوستان. تمامه دوبستان. دوبستان گرامی. دوبستان کار ما تمومه. دوبیستان. چقدر اومدیم پایین. شما فقط یک پارچگی مپ رو میبینی دیگه. معماری فوق‌العاده دارک سولز 1 رو داری میبینی دیگه. از فایرلینگ شراین با پای پیاده میشه بیای اینجا. فرار کن. اینقدر خوبه. خب بچه میرسیم به یکی از زیباترین مناطق بازی دارک سولز 1 و همچنین در کل سولزبورن اصلا. و به شدت هم شبیه هانتر دریم بلادبورنه. میره این داشت نیا دنبالم. موزیک بی نظیره. گوش کنیم. میرسیم به اشلیک بچه ها. ببینید من اینجا رو نگاه میکنم. ببین پایین نگاه میکنم اصلا موزیک نمیاد. این روبرو نگاه میکنم موزیک نمیاد. سرمو به سمت اینجا میکنم موزیک پخش میشه. نگاه کن اینجا موزیک نیست دیگه. درسته؟ اینجا نگاه. یعنی من به دوردست های خانه اژدهایان نگاه میکنم یک موزیک حماسی پخش میشه از قدرت و ابهت اژدهایان در این دنیا. بریم ادامه مسیر. موزیک. ببینید چقدر دارک سولز 1 زیباست. فقط ببینید. بهترین توصیف همچین شاهکاری به نظر من فقط سکوته. من سکوت میکنم و میریم پیش یکی از اژدهای کهن این دنیا و از موزیک لذت میبرم. بی‌نظیر.
بی‌نظیره، شاهکاره، به معنای واقعی کلمه شاهکاره. من اولین بار که اومده بودم اینجا اصلا ریده بودم به خودم موندم، اصلا پشمام ریخت، خودم ریختم، پشمام موند. چه مسیر طولانیه، میبینی؟ و هنوزم این شاهکار ادامه داره ها، هنوزم ادامه داره. و ما میرسیم به یکی از کهن‌ترین اژدهای باقی مونده از جنگ بزرگ گوین با اژدهایان. این شما و یکی از اون اژدهاها. بونفایرش روشنه. من عاشق دراگونم و برای همین جوین کامننتش میشم. بی‌نظیر. احترام. من هر کسی که شما رو کشته بود ازشون انتقام گرفتم و 4 لرد اصلی دارک سولز رو کشتیم و به نوعی میشه گفت انتقام اژدهایان رو گرفتیم. چه موزیکی، چه لندی، چه داستانی. شاهکار. و برگردیم به فارلینگ شراین و بریم که به عصر روشنایی به پایان بدیم. وقتش رسیده که دیگه این کابوس رو از روی این لند برداریم و اینم از ما ناامید شد و رفت. بریم پایین. اما میایم اینجا و آفر لورد وسل میکنیم. دقت کن، ما ارواح خدایان رو بخشیدیم به آتش و این در برای ما باز میشه. این در به کجاست؟ مسیر این در به سمت کدوم بره؟ امیدوارم تایم این قسمت زیاد نشه. در اینجا رو باز کردیم و باز هم بچه ها یه شاهکار داریم و باز هم شاهکار داریم. من خودم رو انسان میکنم چون ما از تاریکی زاده شدیم و به دنبال تاریکی هستیم. خیلی خوب، اینجا کجاست بچه ها؟ فقط شاهکاری دارک سولز یک تمامی نداره. ببینید چقدر اینجا مرموز و خفن و زیباست. ببینید اینا کیان؟ اینا بلک نایت های، در واقع نایت های گوینن، روح های نایت های گوین هستن اینا که مردن در جنگ با اژدهایان، مردن. و میرسیم ما به نظرم عمیق‌ترین و بهترین لوکیشن و لند کل سولزبورن، کیلن آف the first flame که داخل دارک سولز 3 هم هست، به شکل بی‌نظیرش هم هست، ولی اینجا اورجینالشه. اینجا جاییه که آتش نخستین به وجود اومد. گوین و همراهانش از آتش نخستین، ببینید، از آتش نخستین قدرت‌هاشون رو برداشتن، در همین مکان با اژدهایان جنگیدن، اژدهایان رو شکست دادن و اینا خاکسترهای باقی مونده از اون جنگه. ما داریم رو خاکستر اژدهایان و سربازان راه میریم.
صدای خاکستر رو داریم میشنویم، پامون رو میذاریم رو خاکستر. اینجا همونجاست، جاییه که تمام ارواح وقتی که روح خودشون رو به آتش اهدا میکردن و میبخشیدن اینجاست. به اینجا ما در واقع همین الان ما دیدی روحمون رو بخشیدیم به آتش و خودمون رو انسان کردیم، در واقع روحمون رو به اینجا بخشیدیم. چرا؟ چون که آتش و عصر آتش پابرجا بمونه. و من شیفته اینم که وقتی که داخل این لند داریم قدم میذاریم هیچ موزیکی پخش نمیشه. چرا؟ جز صدای ابرها و صدای خاکستر و صدای باد که اینا صداهای باقی مونده از جنگن و همین زیباترین موزیک برای نشون دادن عمق فاجعه جنگ گوین با اژه‌هایانه. عمق فاجعه زیاده خواهی گوینه. این سکوت عمق فاجعه زیاده خواهی گوینه. نمیرم خیلی بد میزنه. این عمق فاجعه است. گوین یک فرد دیکتاتور زیاده خواه بود که نمیخواست هیچ وقت عصر آتش به پایان برسه دوستان، و این فاجعه رو به ارمغان آورد و حتی عواقبش داخل دارک سولز 3 هم هست که حالا اگر بعداً گذاشتم بازی‌های دارک سولز 3 رو اونجا بیشتر صحبت میکنیم، ولی الان فعلا داخل دارک سولز 1 و داشتم اینو میگفتم که سکوت بهترین موسیقی برای این لنده. و این بلک نایت ها رو میبینیم که باقی مونده از اون جنگن و دارن از اربابشون گوین محافظت میکنن. ما داریم میریم سمت گوین دوستان، ما داریم میریم سمت گوین. میبینیم همه چیز به خرابه کشیده شده دیگه، همه جا خاکستر هست. ست بلک نایت هم برداشتیم، میبینید دیگه. ببین چه معماری داشته اینجا و اونا رو میبینید دیگه. ببین شبیه به استخونهای دراگونه. میبینی نگاه کن. هرچی از زیبایی های دارک سولز بگیم کم گفتیم، هرچی بگیم کم گفتیم. و ما اینجا قراره حضرت عشق رو سامن کنیم. حضرت عشق کیه؟ آقای سولیره. سولیر رو ما قراره برای آخرین باس فایت، گفتم اونو سامن میکنیم، برای آخرین باس فایت قراره سامنش کنیم. یا داداش بیا بزنم، میخوام سولیر رو سامن کنم. و نوع سامنش خیلی جالبه. یک نکته خیلی خفن داره که بهتون میگم. داداش بک استاب نمیشی، من بمیر. اینا لوت خیلی خوبی دارن. این یکی هم بزنم و دیگه تمام. اسلحه‌ای که دست اینه بهترین اسلحه بازیه. بلک نایت هالبرد. این بهترین اسلحه دست اینه. اگه داد بهم هیچ، اگه ندادم بازم هیچ. این اسلحه‌اش نداد، ولی اگه بده بهترین اسلحه بازیه. بلک نایت هالبرد. خیلی خب، بریم سولیر رو سامن کنیم. نوع سامنش رو دقت کنین، یه نکته خیلی ظریف داره، خیلی ظریف. من اینو موقع سوم چهارم که بازی می‌کردم فهمیدم. وایسا الان بهت میگم. اگه الان هم اونجوری بشه البته. وایسا. اینجاست. سامنش اینجاست. بذار سامنش کنم. نایت سولیر. بی‌نظیر این کاراکتر، حتی در آخرین دقایق هم با ما هست. سامنش رو دقت کنید، ببینید چه جور میاد بالا. الان میاد. رنگش فرق داره. رنگش با اون سامنای قبلی فرق داره. و ما اونو انگار ما سامنای قبلی که داخل باسا می آوردیمش جوری بود که
بر اساس گیم پلی بود. خب که مثلا آقا اینو سامن کنیم، خودش هم میگفت آقا اگه دیدی منو سامنم کن، ولی آخرین بار دیگه نگفت که اگه دیدی منو سامن کن. و اینجا به نوعی خودش داره میاد کمک ما و به نوعی میشه گفت به خاطر رفاقتی که با ما داشت، معرفتی که با ما داشت، داره میاد که به ما کمک کنه. گفت یعنی الان در واقع اینجوریه که من که خورشید خودم رو پیدا نکردم، حداقلش اینه که میام به تو کمک میکنم و تو هدفت رو پیدا کنی. چقدر قشنگ، چقدر قشنگ، چقدر زیبا. بیا عزیزم، بیا بریم گوین رو بکشیم. موزیک گوین یکی از به نظر من بهترین موزیک های تاریخ صنعت ویدیو گیمه و بریم بشنویمش و بزنیم گوین رو. گوین پری میشه. سکوت میکنم. شاهکاری به اسم دارک سولز 1. این باس فایت آخر بود، بدون هیچ کاتسینی، بدون هیچ مقدمه‌ای، بدون هیچ گندگویی از اول تا آخر بازی. ما خیلی از بازی‌ها رو دیدیم که باس فایت آخر رو اول میارن و از اول روش مانور میدن، میگن این اونه، این کارو میکنه، اون کارو میکنه، چقدرم قویه، چند بارم حتی ما رو شکست میده. از اول بازی تا آخر روش مانور میدن. ولی این باس فایت آخر دارک سولز 1 بود. نه کاتسینی، نه مقدمه‌ای، نه قدرت عجیب و غریبی، نه موزیک عجیب و غریبی. موزیک این باس فایت با پیانو زده شده و فقط با بخش‌های سفید پیانو این موزیک نواخته شده. یعنی چی این؟ یعنی اینکه حتی آقای میازاکی با موزیک خواسته که به ما بفهمونه که گوین فقط و فقط و فقط به فکر خودش بوده و به دنبال روشنایی بوده که حکومتش همیشه پابرجا بمونه. موزیک بازی فقط با بخش‌های سفید پیانو زده شده. سفیدم به معنای روشناییه. موزیک بازی بی‌نظیر بود. باس فایت بی‌نظیر بود. شاهکاری به اسم دارک سولز 1، یکی از بهترین بازی‌های تاریخ صنعت گیم برای من که رتبه دوم داره. و البته اینم بهتون بگم، من هر بازی که بازی میکنم برای من در اون زمان بهترین بازی عمرمه. یعنی الان من که دارم دارک سولز 1 رو بازی میکنم، بهترین بازی عمرمه. حالا مثلا بعدن که مثلا به فکر میافتم میگم که حالا رتبه دومه. ولی هر بازی رو من از بس که عشق میکنم با گیم و با عشق بازی‌ها رو بازی میکنم، برای من بهترین بازی عمرمه. ولی دارک سولز 2 بدون هیچ شکی یکی از بهترین بازی‌های تاریخ صنعت گیمه. و بازی تموم شد بچه‌ها. ما 2 تا اندینگ داریم، یکی روبرومونه، یکی پشت سرمون. قبل از اینکه بریم سراغ اندینگ، من اون نوشته هایی که داشتم رو باید براتون بخونم. نوشته اول که راجع به سولیر بود، اون خوندیم تموم شد رفت. یه نوشته کوتاه دیگه هم دارم راجع به گوین و فلسفه خود دارک سولز، براتون همین الان میخونم. گوین رسما خدای روشنایی هست. وقتی که بریم پیشش میبینیم آندد شده. الان که ما گوینو زدیم، برید داخل یوتیوب ببینید، فیسش رو ببینید، با ماد رفتن فیسش رو دیدن، آندد شده. در صورتی که چطور ممکنه یک خدای روشنایی آندد بشه و به پوچی برسه؟ گوین کسی بود که اژدهایان رو نابود کرد، حکومت خودش رو راه انداخت و از تاریکی میترسید. باید به این برسیم که چرا گوین از تاریکی میترسید. در فلسفه دارک سولز اینجوری بیان میشه که انسان از تاریکی به وجود میاد. جد انسان از آتش
روح تاریکی رو میگیره و به انسانها میبخشه. یعنی اصل و اصول انسان در تاریکی است. واقعا چرا؟ این برای من همیشه سواله. این انگار گویش خودمه. برای من همیشه سواله که چرا ما همیشه دوست داریم کارهای بدی انجام بدهیم، کارهای تاریک انجام بدهیم. به شخصیت‌های منفی داستان‌ها بیشتر از قهرمان‌های داستان علاقه‌مند می‌شویم. یه نکته بسیار مهم: شخصیت‌های منفی داستان‌ها به دنیا نمیان، یعنی به دنیا نمیان، بلکه در طول داستان ساخته میشن. سوال: چطوری ساخته میشن؟ با نبود عشق. عشق چیه؟ عشق به پدر و مادر، عشق برادر، عشق خواهر، عشق دوست، عشق به خالق، عشق به خود، عشق به معشوق. در نبود اینهاست که یک شخصیت نه اینکه به دنیا بیاد بلکه ساخته میشه. پس من اینطور برداشت میکنم که آدم موجودی مطلق، تنها و در تاریکی زندگی میکنند و از این وضعیت رنج میبرد و با عشقی که ممکنه در زندگیش وجود داشته باشه، در این تاریکی که در درونش قرار داره کرسوی روشنایی رو میتونه ببینه. پس نتیجه میگیریم که گوین از تاریکی نمیترسید، گوین از انسانها نمیترسید، گوین از عشق میترسید، گوین از وفاداری میترسید، گوین از معرفت و شرافت میترسید. چیزی که در روح انسان ساخته میشه، نیست از اول، ساخته میشه. گوین از اینها میترسید، وگرنه تاریکی چه ترسی میتونه داشته باشه؟ پس گوین انسانها رو با نفرینی به اسم دارک ساین، این ببینید ما این پس گوین انسانها رو با نفرینی به اسم دارک ساین نفرین میکنه. دارک ساین یا علامت تاریکی، نشانه تاریکی، این نشانه تاریکی رو بر روی انسانها اعمال میکنه و انسانها وقتی آندد میشن دیگه عشقی رو ندارند و پوچی مطلق و در پوچی مطلق و در تنهایی مفرط نابود میشن. این نفرین اصلی گوینه که انسانها عشقی نداشته باشن و وقتی این نفرین روی انسان هاست، انسانها رو به توهم میارن. سولیر به دنبال خورشید و ما رو چوزن آندد خطاب میکنن. به این میگن توهمی که برای رهایی از پوچی به دنبالشیم. و چیز دیگه ای که هست هیومانیتی رو ما به آتش میدیم. خب این یعنی چی؟ چرا این کار رو میکنیم؟ ما این کار رو میکنیم که انسان بشیم در بازی. من اینطور فکر میکنم که اون ببینید اینجاست، بذار این هیومانیتیه، درسته؟ بزرگ نمیشه؟ نه بزرگ نمیشه. من اینطور فکر میکنم اون دور روشنایی، اون دور سفیدی که داریم ما میبینیم، دوری که شکل گرفته، درونش یه تاریکی مطلقه. یعنی انسانیت ما تاریکیه که میبخشیم به آتش. حالا چرا میبخشیم به آتش؟ همه این بونفایرهایی که ما نشستیم و اینا همش به این فرست فلیم بسلن، به آتش نخستین بسلن. در میگن لینکن. خب وقتی میگن لینک د فرست فلیم یعنی آتش رو به فرست فلیم لینک کن. و این انسانیت که دقیقا روح تاریکی ماست رو میبخشیم به آتش. دقیقا همین باعث میشه که آتش نخستین بیشتر پابرجا بمونه و گوین هم همین رو میخواست. ببین چی گفتم؟ یه نکته خیلی مهم، یعنی ما تاریکی رو میدیم به روشنایی تا روشنایی بیشتر بمونه. چون اینجا آره این بره یه نکته خیلی مهم، یعنی ما تاریکی رو میدیم به روشنایی تا روشنایی بیشتر بمونه. دقیقاً. و این یه معنی میتونه داشته باشه. اینی که الان میخوام بگم فلسفه چیزی که به نظر من میازاکی میخواسته به ما بگه. یعنی روشنایی بدون تاریکی معنا نمیدهد و تاریکی بدون روشنایی بی‌معنی است. هر دو مکمل هم دیگه هستن و نمیشه یکیش باشه و یکیش نباشه. و اگر اینطور پیش بره، یعنی یکیش باشه و همینجوری باشه، به نابودی مطلق منتهی خواهد شد. و اگر از تاریکی به روشنایی برسی، من بهش میگم رستگاری. همون رستگاری که آرتور مورگان در ردد 2 دست یافت.
همون رستگاری که کریتوس دست یافت، همون رستگاری که آناکین اسکایواکر به دارث ویدر و دارث ویدر به آناکین اسکایواکر دست یافت. تمام. این از نوشته من راجع به فلسفه دارک سولز 1. هیچی دیگه باقی نمونده، هیچی دیگه باقی نمونده، هیچی. و بریم سراغ پایان بازی. ما 2 تا پایان داریم. 1، اگر به حرف اون داداشیمون که اومده بود بالا از خواب بیدار شده بود گوش میکردیم، اون میگفت که برو اون چیز بود، اون پیرو راه گوین بود و میگفت که برو آتشو چیز کن، انگار چیز کن، تو برو همه خدایان رو بکش، همه روحا رو بگیر و قوی شو و اینا، روحت قوی بشه، برو دوباره آتیش رو لینک کن و عصر آتش حالا مثلا هزاران سال دیگه بمونه. خب اسکل مگه همین کارو کنیم؟ نه خیر، ما اسکل نیستیم، ما انسانیم و از بذار خودمو لخ کنم، ما انسان هستیم، ما انسان هستیم دوستان و از تاریکی زاده شدیم و به دنبال راه تاریکی هستیم و میخوایم که لرد تاریکی بشیم. پس ما پشت با آتیش میکنیم و میریم به سمت تاریکی و عصر تاریکی رو شروع میکنیم و پادشاهی خودمون رو بر تاریکی آغاز میکنیم. Bless thy safe return. Let Garth and Fraft serve your highness. We are here to serve your highness. ما از پوست و استخونیم، ما از خون زاده شدیم، ما از گوشت، استخون و پوست و خون هستیم. ما انسانیم. ما دارک سولز 1 رو تموم کردیم و بازی با یک موزیک استثنایی به پایان میرسه. یک موزیک استثنایی. این شما و این دارک سولز 1 بدون هیچ شکی دوباره میگم یکی از بهترین بازی های تاریخ صنعت گیم، بی‌نظیر، شاهکار، یک اثر هنری خالص. ما شاهد یک هنر خالص بودیم، هنر خالص با درصد 100. بی‌نظیر. تموم شد بازی ما، تموم شد و دوباره حالا نیو گیم پلاس شروع میشه و از این حرفا و از بازی خارج میشم. ببینیم چند ساعت بازی کردیم. این ویدیو طولانی شد، همین قسمت آخر و ما 9 ساعت کلان شد، کلا بازیمون شد 9 ساعت. دوستان چقدر کم. 9 ساعت بی‌نظیر و استثنایی. و من ویدیوهای دارک سولز رو با این جمله تموم میکنم: مراقب خودتون باشید، هالو نشید، don't you dare go هالو. و من با این جمله تموم میکنم. از نیچه ویدیو رو میبندم: آن کس که با هیولا می جنگد باید مراقب باشد که خود بدل هیولا نشود. اگر مدتی طولانی به پرتگاه بنگری، پرتگاه نیز به تو چشم می دوزد.